دستمو قطع شد کلا. خیلی خوب. امروز بازار سعودی است. آخرین گزینه من برای تایید ورود RSI 1 ساعته. اینو بهتون میگم 1 ساعته بالای 50. البته من توی صرافی خودم نگاه میکنم. 1 ساعته بالای 50 اگه بود و یه سری اتفاقاتی که حالا اونا رو استراتژی خودم پیداش کردم، بعد اون اتفاق بیفته و RSI 1 ساعته بالای 50 باشه، حرکت سعودی شروع شده. تا کجاش که احتمالاً ریکس اینا من اینا نمیذارم. خب اصلا به هیچ کدوم از اینا اعتماد ندارم. این دقیقاً میدونن چند نفر کجا تیپی گذاشتن کجا. خیلی خوب تا اینجا پس اوکی. این حالا بردم بالا، اگر نه حد ضررتون رو بذارین کجا. همینجا ورود کنین، هیچ حد ضرر بذارین. اینجا که بدونیم آرسایش یه زیر 50 و این کار نمی کنه. اوکی برش داشتم به بالاتر از این ریسکیه دیگه، خودتون میدونید. از این بالاتر